سلام بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان پی میگیریم. امروز پنجشنبه 25 مارس است و من عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. حالا توجه کنید به سرخط موضوعی برنامه. مادران در ختلان در جشن نوروز به فرزندان مهاجرشان دعای نیک می‌دهند. خدا جان پنجشان صحت باشه، وقتشان خوش باشه، کجای باشن غم درد نبینن. خدا جان پنجشان صحت باشه. خدا رهبر زندانی شرکت امید 88 را در دوشنبه جراحی کردند. نماینده وزارت معارف روسیه گفت جانبدار بازگشت دانشجویان تاجیک هست، اما نمیداند کی مرز باز می شود. در ولایت ختلان جنوبی تاجیکستان مادران مثل معمول جشن نوروز را با پختن سومنک تجلیل می کنند، اما همیشه در یاد فرزندان مهاجرشان در روسیه هستند که همه خرج جشن و سور از زحمت آنهاست، اما از سومنک و غذاهای نوروزی بی‌نصیبند. این است که مادران با پختن سومنک دعای صحتی و سلامتی مهاجر پسران خیش را می کنند. محمود جان رحمتزاده شاهد نوروز مادران مهاجران شد. سرود و رقص این زنان در ضمیرش آرزویی دارد. آرزوی سلامتی فرزندان و نزدیکان که سالها باز مهاجرند و سال کرونا دوری و فراق را سخت‌تر کرده است. های ره دورمان به یادمان میرسه، با میگیم که خدا جان در همه روزی همه خیلی بیاین که ما هم رنگ موارم سمنک بچشن. روزی ایدی بهاری خدا جان پنجشان صحت باشه، وقتشان خوش باشه، کجای باشن غم درد نبینن. خدا جان پنجشان صحت باشه. خدا بیشتری جوانان دهه بلوکدشت شهر لیوکند در مهاجرتند. زندگی زنان و کودکان این دهه به کار و درآمد آنها وابسته است. حالا آنها در گرد سفره نوروزی نشسته در حق نانآوران خانه‌شان دست به دعا می‌بردارند و آرزو می‌کنند که آنها در ملک دور صحت و سلامت باشند. چند فرزند و نبیره صدبر قربان نظر در روسیه اند. این خانواده در دوره وبای عصر زندگی سخت داشت و در نوروز برای غریبانش دعا می‌کند. میگن پروردگار کم راتریو من خدا نگاه کن، بیا اسمنا که نوی ما بچشان خدا جان پاشون کشیده کنه، وقتشون خوش کنه. پروردگار آخی روی سفید که بیان به همین وطنا برسن. این سفره ایدانه را زنهای آراستند که عزیزانشان مهاجرند. کرونا راه ها را بسته و قریب 2 سال است که عزیزان به دیداری هم نرسیده اند. حالا در سفره نوروزی آرزو میکنند که فرزندان مهاجرشان سلامت برگردند. همه زن‌هایی که اینجا ما گرد آمدیم جمع شدیم، همه اینها فرزنداشون، نبیره هاشون، خصوصا فرزند خودم هم در مهاجرت. من میخواهم که در این عید بهار همون مهاجرت هایی که برای ما زندگی ما کار میکنن آنها را دعای نیک کنم. دعای نوروزی سمنک که در دیگ میاندازیم، ما فکری اونا را میکنیم که اونا هم دعای ما صحت سلامت باشد، مثل گل های همین نوروزی ما خندان باشند، با ساق و سلامت به جای خود برگردند. سوملک نوروزی هم آماده می شود. زنها در سر دیگی سوملک دعا می کنند که نوروز آینده فرزندان دور از وطن را کنارشان ببینند و با هم سوملک نوروزی را چشند. ولایت ختلان زیاده از 3 میلیون اهالی دارد. در این ولایت خانواده نیست که 1 یا 2 نفری آن در روسیه مهاجر نباشند. حالا طبق آمار خدمات مهاجرت ولایت در سال 2020 بیش از 55,000 ساکن این منطقه در شهرهای روسیه بوده اند. در 2 ماه اخیر سال جاری نزدیک به 7,000 ساکن این ولایت به مهاجرت رفته اند. امروز در یکی از شفاخانه‌های شهر دوشنبه رجب علی آدینایف رهبر زندانی شرکت امید 88 را جراحی کردند. او را از زندان پس از بد شدن وضع سلامتیش به بیمارخانه انتقال دادند. آدینایف را قبلا با جرم تصرف مال و ملک دولتی و جنایت‌های دیگر اقتصادی به 28 سال زندان محکوم کرده بودند. نزدیکانش این عیبنامه را بی اساس و حکم دادگاه را بی‌رحمانه خوانده بودند. تفصیلات در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی از شهر دوشنبه.
رجب علی آدینف رئیس پیشین شرکت امید 88 اینجا پشت سر من در بیمارخانه یاری تجلیل شهر دوشنبه بستری است. او را 2 هفته پیش به اینجا آوردند و جراحی کردند. منصور جان عمرov سردار اداره زندانهای تاجیکستان امروز در صحبت با رادیوی آزادی گفت که رجب علی آدینف را با زخم معده به اینجا به بیمارخانه یاری تجلیل آورده بستری کردند. منصور جان عمرov گفت که وضع سلامتی او فعلا خوب است و قرار است روزهای نزدیک رجب علی آدینف را دوباره به زندان برگردانند. نزدیکان رئیس پیشین شرکت امید 88 از صحبت با ما خودداری کردند. یکی از نزدیکان او برابر شنیدن سوال ما گوش را گذاشت. اما یک پزشک این بیمارخانه که از احوال رجب علی آدینف آگاه است در صحبت با رادیوی آزادی گفت که رجب علی آدینف سالهای پیش درد معده داشت و این بیماری او در زندان خروج کرده است. این پزشک گفت که وضع سلامتی او هم فعلا خوب است و رجب علی آدینف یک جراحی را پس سر کرده است. رهبر پیشین شرکت امید 88 در تاجیکستان یکی از کمترین زندانی هایی است که برای طبابت از زندان بیرون آورده شدند. رجب علی آدینف ماه اکتبر سال 2017 بعد آن دستگیر شد که از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان تحت تنقیب قرار گرفت. او بعداً به 28 سال زندان محکوم شد. در آغاز رجب علی آدینف را به برنگرداندن 171 میلیون سامانه پول نیروگاه راغون ایبدار میکردند، ولی بعداً به پرونده او اتهام‌های اسرافکاری و دزدی اموال دولتی نیز اضافه شد. هرچند نزدیکان او بارها به رسانه‌ها گفتند که رجب علی آدینف وعده داده است که در عوض آزاد شدن از حساب فروش اموالش قرض راغون را برمیگرداند، اما مقامات این درخواست را قبول نکردند. اخیراً مسئولین خدمات اجرا گفتند از حساب فروش اموال شرکت امید 88 42 میلیون سامانه پول نیروگاه راغون را برگرداندند. شرکت امید 88 یکی از 3 شرکت اساسی وارد کننده مواد سوخت به تاجیکستان بود و در پی بازداشت رهبرش این شرکت هم دیگر تقریبا از بین رفت. بازداشت رجب علی آدینف از آغاز در رسانه‌ها یکی از پرونده‌های پر سر و صدا بود. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. نمایندگان وزارت معارف و علمی روسیه با برگزاری یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفتند که جانبدار بازگشت دانشجویان تاجیک به آن کشور هستند، ولی سنه دقیق سفر آنها را نمیدانند. به گفته آنها در مورد گشادن مرز بر روی دانشجویان تاجیک به روسیه روسپاتریبنادزور اداره بهداشت این کشور تصمیم میگیرد. در عموم تقریبا 26,000 جوان تاجیک دانشجوی دانشگاه‌های روسیه بوده. قسمی از آنها به دلیل بسته بودن مرزها 1 سال باز از تحصیل حضوری محرومند. ادامه موضوع در گزارش همکارم کیومرسی عطا. تقریباً 26,000 جوان تاجیک دانشجوی دانشگاه‌های روسیه هستند. قسمی زیادی آنها به دلیل بسته بودن مرزها 1 سال باز در تاجیکستان قرار دارند و از تحصیل حضوری در روسیه محرومند. سال خوانش امسال هم به زودی به پایان می‌رسد، ولی حکومت روسیه هنوز مشخص نکرده است که راه دانشجویان تاجیک را به آن کشور کی می‌گشاید. مسئولان وزارت معارف روسیه به دانشجویان تاجیک در کشور بند ماندند مصلحت می‌دهند که یا به تحصیل آنلاین ادامه دهند و یا موقتا رخصتی اکادمیکی بگیرند. آنها گفتند حل مشکل سفر دانشجویان تاجیک آسان نیست، چون باید نام همه محصلین در یک فهرست گرد آوری شده مسئله تامین آنها با جای خواب و راه‌های پیشگیری از سرایت کرونا ویروس نیز نهایی گردد. اما این کی اتفاق خواهد افتاد هنوز معلوم نیست. تاکنون دانشگاه‌های روسیه از وزارت معارف آن کشور توصیه گرفتند که مشکل هر دانشجو را در علاهیدگی بررسی و به آن رسیدگی کنند. مقصد از توصیه صحبت با دانشجویانی هست که در حالت دشوار قرار دارند. در حقیقت اگر در شرطنامه پیش بینی شده است که شخص باید پول خوابگاه را دهد اما با سبب‌های معلوم به آنجا رفته نتوانسته است و از خوابگاه استفاده نکرده است، مجبور کردن به پرداخت پول درست نیست. عادلانه نیست. دانشگاه‌ها باید این را فهمند. عین مسئله با پرداخت پول تحصیل ربط دارد. بسیاری از دانشجویان تاجیک نمی‌خواهند که 1 سال خوانش را بیهوده گذرانند و طلب دارند بالاخره شرایط سفری آنها به روسیه تأمین کرده شود. آنها میگویند به سبب گرانی نرخ و سستی سرعت اینترنت در تاجیکستان نمیتوانند طریق آنلاین آموزش با صفت بگیرند. در نیم سالی اول کم و بیش هم باشد ما امکان داشتیم دیستانسیون را تحصیل کنیم و در نیم سالی دوم البته که نه
зеро ки мо ординатор ҳастем ба клиникаҳо тақсим мекунад ки куллан имкони дистансиони хонданро аз байн мебарад ва мо бисёр мехостем ки мақомоти дахлдор ба рафтани мо мусоидат кунанд. албатта وزارت معارف روسیه در نیمه دوم ماه مرد رویخط 25 کشوری را نشر کرد که دانشجویانشان میتوانند برای تحصیل وارد روسیه شوند. در این فهرست نام تاجیکستان دوست استراتژی روسیه نیست. چرا انتخاب مقامات روسیه در مورد گشادن راه برای دانشجویان چنین صورت گرفته است روشن نیست. ماه روان در ولایت فرح افغانستان یک گروه از زنان شبکه رادیویی خود را فعال کردند. تشکیل شبکه رادیویی از سوی زنان در حالی است که در افغانستان خبرنگاران خاص از زنان مورد حمله گروه‌های دهشت افکن قرار می‌گیرند. اما تشبسکاران تأسیس این رادیو میگویند از تهدیدها نمی‌ترسند ولی به پشتیبانی مالی نیاز دارند. طاهری سفر موضوع را ادامه می‌دهد. رادیوی نو برای رسانیدن ندای زنان در افغانستان. رادیوی نوای زن در ولایت فرح روز 8 مارس به کار آغاز کرد. در روز بین المللی زنان هدف 10 بانو که اینجا کار میکنند بالا بردن آگاهی و معرفت زنان است. هدف اول ما آموزش کودکان و خانواده ها برای تربیت فرزند سالم است. هدف دوم حمایت از حقوق زن و مساعدت به تلاش‌های صلح می باشد. سه کارمند رادیو خودشان کاریان را سرمایه گذاری میکنند و امیدوارند از بیرون کمک بگیرند. ما از دیگه ارگان‌ها خواهشمند هستیم که به ما کمک کند و همراه ما همکاری داشته باشد تا برای خانم‌ها یک زمینه کار مساعد شود. مقامات محلی افتتاح رادیو را مفید می‌شمارند. افتتاح رادیوی نواش یک گام بسیار موثر و ارزنده می‌دانم و انشالله که ما شما به طرف پیشرفت میریم چون ما می‌بینیم که حضور زنان در تمام عرصه‌ها روز افزون است خصوصا در رسانه‌ها. در افغانستان چند رادیوی هست که بانوان رهبری می‌کنند. مثل دیگر خبرنگاران پیوسته تهدید می‌بینند، اما در جامعه محافظه‌کار مثل افغانستان خطر به جان بانوان زیادتر است. همین ماه مارس 3 کارمند زن در تلویزیون جلال آباد را کشتند. یک ناطق تلویزیون و راننده‌اش را ماه دکبر گذشته قتل کردند. ولی این بانوان میگویند از چیزی نمیترسند. وضعیت امنیتی خو از پیش خراب بوده، اما بازم این باعث نمیشه که نهاد جوان افغانستان سرکوب بشه. ما بازم صدای خود بلند میکنیم از طریق رسانه ها و همینطور خوشحال هستیم که دوباره کار میکنیم. این دفعه قویتر و قویتر وارد میشه تا دشمنای ما سرنگون بشه. آوازخوان زاده تاجیکستان منیژه سنگین که روسیه را در آزمون بین‌المللی موسیقی یورویژن معرفی می‌کند، روز 25 مارس به 3 مؤسسه اجتماعی تاجیکستان یاری خیریه تقدیم کرد. کمک‌های خیریه در شکل مواد غذایی به مرکز توانبخشی کودکان معیوب چارباغ در ناحیه ورزاب، خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان شهر ترسونزاده از نام آوازخوان تقدیم کرده شد. منیژه سنگین آوازخوان زاده شهر دوشنبه برنده بخش ملی یورویژن در روسیه شد و قرار است ماه می در هلند از این کشور نمایندگی کند. پیروزی دختر تاجیک در آزمون روسی و ترانه راشن وومن بحث و دعوای زیاده را برپا کرد و منقدانش از تاجیکستانی بودن او و مضمون ترانه انتخاب کردهش ابراز نگرانی کردند. ولی طرفدارانش که در میان آنها چهره‌های سرشناس فرهنگ و هنر روسیه هم میباشند، هنر و استعدادی یک دختر تاجیک را همچون نامزد ارزنده آزمون اروپایی ستایش میکنند. و بینندگان ارجمند، این خبر آخری برنامه ما بود. وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید مطالعه کنید. گزارش های ویدیویی را در صفحه آزادی ویدیو تماشا کنید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدارتان.